سلام دوستای عزیز، خوش آمدین به چینل فامیل یوسفی. با یک ویدیو متفاوت در خدمت شما هستیم. امروز آمدیم سر کار بابای نوید دیگه. بابای نوید دمی کارش در بیولند است، باز دیگه در هر جای است. باز دمی هفته دمی منطقه خود ما برابر شده. باز دیگه بعد از ظهر بیاک سبتوم اینجا دم اینجا یک کمی سوسو بگرد دیگه. این دستگاهش اتومات است. این چی میکنه؟ سبزه های علف های ارزش میکنه، علف های ارزه رو میکنه دیگه. این زمین هم که کلش پیاز است. اینا توسط دستگاه کشت میشه. سعی کنی یک برابر یک ردی بخشم با دستگاه این تو علف های ارزش کنده میشه. پدر نویدم که هست فقط اینم در پلای دستگاه رفت گیر میکنم، فقط علفایش پس میکنم دیگه. کل کار کل دستگاه میکنم با دور میکنم. علفایش از دم دستگاه کسته این میشه جمع میکنن در پل دستگاه دیگه. خود دستگاه دیگه میرسه آخره و با دستگاه دم میکنه. باز دیگه این تو دستگاه میکنم چون پتا تمیز میکنم. شش هفته هست، شش هفته ردیف هست که زیادتر هست. هشت ردیف هست. این 8 ردیف تمیز میکنم دیگه. در پال فایل شما علف انواع جمع میشه، انواعش میگیره در پشت میمونه دیگه. اینی رقم اینی زمین هست. زمین ها یک رنگ یک ردیف راحت آسان نه یا جنجال داره نه دیگه. نه این دستگاه رو خاموش میکنم از خاطر پلایش رو تمیز کنم. از اینجا میره پلایش از اینجا تمیز میکنه، پلایش پاککاری میکنه. بازی خودشون بالا میره. میکنه تمام شد. این پلا دوباره در زمین گور میره دیگه. باز دوباره روشن میشه.
اینجا دستش یک کش سولر است. یعنی وقتا میگیره دست با کار میکنه. اینال دیگه دستگاه دیگه در دور خوردن است. اینال خودش اتومات دور میخوره دستگاه دیگه. دعا میکنم خداوند روز بجای بخیر مملکت ما که آرامی باشه و نیت کار زیاد باشه و این که چیزای پیشرفته در مملکت ما بخیر، در وطن ما بخیر بیایه. این که کشت کار و مردم راحت شده همین دور میخوره. آرزو میکنیم دوای ما اینا نیست دیگه. کسی کشورات پیشرفته و همه چیز داره، مملکت ما بخیر همین رقم شوی انشاءالله. این حال خودش اینو دور خورد، این خودش خدا برابر میکنه و دیگه عربی چرا رفتی؟ دور نرو سم شد دوباره. بازم مرکت کرد میره. دوستان عزیز اینی هم از کار بابای نوید دیگه، اینی هم از کشت کاری منطقه ما. یا خدا حافظ همگیتون، خدا حافظ.